خیلی ها براشون سواله که فستینگ چی هست؟ فستینگ که بود و چه کرد؟ بیتا بهت بگم. خیلی ها هستن میگن من 1 ماه فستینگم، خیلی هم لاغر شدم اما دیگه لاغر نمیشم. من میتونم چقدر فست باشم تا آخر عمر فستینگ باشم؟ فستینگ رژیم غذایی نیست، یه سبکه، یه تکنیک غذا خوردنه. فستینگ یعنی شما در طول 24 ساعت 1 ساعتی رو غذا میخورید، 1 ساعتی رو غذا نمیخورید. فستینگ 16/8 به این صورته که 16 ساعت در حالت فستینگ و غذا نخوردن و 8 ساعت در حالت بریکفست هستین. حالا در زمانی که فستینگ هستین چیا باید بخورید؟ در طول فست ما هیچ گونه مواد خوراکی، قندی و هیچ چیزی نمیتونیم بخوریم. خرمای کوچولو بگی خرمای دیگه چیزی نیست. فستت از بین میره. در طول فست شما مجازید فقط آب فراوان، اونم به خاطر اینکه پمپاژ خون توی بدنت به راحتی صورت بگیره، عملکرد قلب و مغزت بهتر باشه، سردرد نمیگیری، پوست بهتری پیدا میکنی و حالت خوبه. دمنوش، چای کم رنگ و قهوه کم غلظت مثل امریکانو. من خود ورزش میکنم، اب نداره وقتی میرم باشگاه فست باشم؟ چرا اب داره؟ توی مدتی که فست هستی ورزش‌های مقاومتی میکنی، به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و عضلات و ماهیچه‌هات رو میسوزونه. تنها کاری که در زمان فستینگ میتونیم بکنیم به عنوان ورزش یه پیاده روی خیلی سبکه. چه اتفاقی میفته تو فستینگ برای بدن؟ بدنت سویچ میکنه به سوزوندن ذخایری که داره. بالاترین میزان چربی سوزی اتفاق میفته. کوچکترین مواد قندی اگر بخورید بدن فوری برمیگرده به حالت قبلی و فوکسش رو میذاره رو همین مواد غذایی که تو خوردی. فستینگ اصول داره، تو تغذیت خیلی مهمه. قوانینش رو رعایت نکنی نه تنها بهت کاهش وزن نمیده بلکه ممکنه به حالت قبل بدتر هم برگردی. فستینگ یعنی چی؟ روزه‌داری متناوب. وقتی ماه رمضون میشه روزه میگیری، خیلی ها هستن بعد ماه رمضون 10 کیلو چاق میشن، خیلی 3 کیلو لاغر میشن. اگه تو بشینید زمان بریکفستت 1 عالمه مواد قندی و کربوهیدرات به درد نخور بخوری که هیچ فایده ای برای بدنت نداره، قطعا چاق میشی. من اینجا توی کامنت ها جواب همتون رو میدم. اگرم خواستی اطلاعات بیشتری داشته باشی بیا دایرکت.